سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین وارش اسپورت، هواداران داماش. با یک قسمت دیگه از برنامه وارش تاک در خدمت شما هستیم. علیرضا شما یه سلام علیکی داشته باش. منم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین خوب وارش تاک. با یک قسمت دیگه از وارش تاک با شماییم بعد از یک پیروزی دیگه خونگی، بعد از فراق نوغان دیگه توی وارش تاک. خب حالا قبل از اینکه ما بخوایم برنامه رو به صورت رسمی شروع کنیم، من دو تا نکته رو بگم. یک در خصوص اون کارت شارژایی که توی اپیزودهای وارش تاک در نظر گرفتیم هفته پیش بود، یکی از دوستان هر ستا رو زد و استفاده کرد و سعی میکنیم که از این قسمت خورده سخت‌تر بذاریم توی ویدیو، جای خیلی شمارهشو بلاک کن یکی. آره، و اینکه توی این قسمت فقط هم همراه اول نیست، یعنی کارتای دیگه هم داریم با مبلغ‌های دیگه. آره. فقط اینکه میگم مثل هفته قبل اینطوری خیلی تابلو و مشخص نیست، یعنی باید دقت بیشتری بکنید که پیداش کنید. و این از این در مورد سیبیل هم که یک مسابقه گذاشته بودیم. بله چند نفری حدس زدن ولی هیچ کدوم درست حدس ندادن. آره بعد مشخص شد که چیه. آره جریان اینه که چند سالیه توی ماه نوامبر یا همون آبان خودمون تقریبا یک سری از آقایون توی سراسر دنیا از جمله ایران میان و یک ماه رو سیبیل میذارن و دلیلش هم اینه وقتی که میان سیبیل میذارن برخلاف کل سال خب جلب توجه میکنن، بعد باعث میشه که گفتمانی شکل بگیره که خب چرا فلانی سیبیل گذاشتی، و اونا در جواب میگن که به خاطر موومبر یا موامبر. که موومبر و موامبر چیه؟ یک رویدادیه که راه انداختن در سطح جهان که در مورد بیماری‌های سرطان مربوط به آقایون، مخصوصا سرطان پروستات، اطلاع رسانی بشه. یعنی زمانی که مثلا از شما میپرسن چرا سیبیل گذاشتید، میگید به این دلیل گذاشتم، بعد اونا میپرسن که خب این دلیل یعنی چی، و این باب گفتگو شکل میگیره. و دلیل منم اینه، معمولا هر سال من این کار رو میکنم، 3-4 سالیه که دارم این کار رو انجام میدم و باعث میشه که خیلی ازم سوال کنن که چرا سیبیل گذاشتی و باعث میشه که من در این مورد صحبت کنم. اگر بیشتر خواستید که در مورد موومبر یا موامبر بدونید، لینکش رو همینجا این زیر توی دیسکریپشن میذاریم، توی ویکی‌پدیا میتونید مطالعه کنید. حالا اخیراً یکی از دوستانم، اتفاقا اخیراً متوجه شدم مشکلی در خصوص همین بحث پروستات براش پیش اومده که امیدواریم که هر چه زودتر به هر حال بهبود پیدا کنه. این از این. برسیم به جریان بازیمون که مقابل آریو اسلامشهر یا آریو اسلامشهر. آریو آقا خب ببین، طبیعتا بازی بود که به هر سمت میتونست بره، حقیقتا بخوایم بگیم. همونطور که حالا داماش موقعیتایی رو داشت مثل همون تک به تکی بکنم خرم حسینی بود مثلا خیلی ضربه رو کاتدار زد و اینا، نه یکی دو موقعیت دیگه هم بود. آریو هم خیلی حملات خطرناکی که همون بیش داشت. یعنی این بازی هم ما حقیقتا یه خورده خط دفاعم یه جای بهتر کار کرد. حالا یه جایی هم توپ اونا گل نشد. در هر صورت نتیجه بازی به سمتی رفت که ما برنده شدیم، کلین شیت هم کردیم. حالا با حداقل گلش ایراد نداره، مهم اینه که بردیم تو خونه و گل نخوردیم و یکم اوضاع حداقل از اون حالت وخیم خارج شد. الان دیگه این هفته رو نمی‌بردیم مثلا ممکن هنوز ته جدول باشه. البته یک مونده با آخرین، ولی فاصله اون با بالایی نزدیک. حالا در مورد جایگاهمون توی جدول یادم بندازه چیزی رو بگم اصلا. ولی در مورد این بازی علی دو تا نکته داره به نظرم بازی. یکی این که به نظرم حالا اون چیزی بود که تو هم توی همراه با وارش اشاره کردی بهش، ما داماش همیشگی نبودیم ولی بردیم. آره. اینش خیلی مهم همینه. آره. خیلی اوقات یه تیمایی هستن ببین توی بازی‌های اصلا لیاقت برد نه، ما نمیگم لیاقت برد نداشتیم، به خوبی بازیایی که لیاقت برد داشتیم نبودیم ولی بردیم، گلم نخورد. این یه نکتهشه. ولی یه نکته دیگه‌اش که از نظر من جالبه میدونی چیه علی؟ ما تو این بازی پنالتی قرار بود برام گرفته بشه، نشد. به تیر و فلان و اینا زدیم، گل نشد.
ولی این اتفاقات تو بازی دیگه هم که نمی‌بردیم اتفاق میافتاد، ولی این بار بردیم. یعنی میخوام بگم که بازی که قرار باشه ببریم دیگه، اینکه پنالتی گرفته شده نشده، نمیدونم توپ به تیر خورد، اگر گل میشد چی میشد، این بحثا رو دیگه نداریم. الان شما برید لیگ برتر انگلیس، بزرگترین لیگ دنیاست، هر روز یه بازی دارن، یه مشکل داوری پیش میاد و این چیزا، طرف تیم بخواد ببره به این بحثا نیاز. دقیقاً صحبت هم همین است. ما این تفکر رو نباید داشته باشیم وای حقمون رو خوردن، وای چرا نزدیم. ما اونقدر موقعیت داشته باشیم، حالا پنالتی هم نگرفتن، نمیدونم به تیرم زدیم، اونقدر برامون مهم نباشه به نظر. نهایتاً با همین یه گل ببریم مثلا. اینه که بردیم. آره. مهمترین چیز اینه، یه روحیه مثبتی به تیم تزریق شد و یه اعتماد به نفسی به هوادار داده شد و این باعث شد که الان مثلا منی که اینجا نشستم نسبت به بازی بعدی بیشتر امیدوار باشم، با اینکه میدونم هنوز تیم ضعفایی داره، ولی روحیه مثبت خیلی خوبه، روحیه مثبت برای تیم خیلی خوبه و امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه. علی بریم یه تیزر ببینیم، اینجا یه موتوریه اومده سر صدا داره میکنه، بعد از تیزر برگردیم و در مورد بحث فراخوان تصفیه حساب صحبت کنیم. We'll be right back. دوباره برگشتیم علی جان و سر صداهای محیطی نه تنها کمتر نشدن بیشتر هم شدن. به هر حال روز دوشنبه هم هست این برنامه رو ضبط کنیم که طبق قولی که به مخاطبا دادیم حتما آخرین مطالب تا این لحظه رو سعی می‌کنیم اعصابمون مسلسل باشیم. آره اعصابمون باید مسلسل باشیم. علی جان باشگاه فراخوانی داده در خصوص تصفیه حساب کردن که هر کسی هر بدهی رسمی یا غیر رسمی داره بیاد اعلام کنه و در حال این روال انتقال امتیاز انجام بشه، که البته باز تا این لحظه‌ای که داریم صحبت میکنیم حاشیه هم خیلی زیاد شده. یعنی من دیدم اون مجری یار 12 اومده استوری گذاشته که شما به جای نمیدونم مراسم برگزار کردن چک 11.5 میلیاردیتون رو پاس کنید و فلان این حرفا. آره یهو موضعشون تغییر کرد. نمیدونیم، ما هم نمیدونیم چه خبره، ولی امیدواریم به هر حال هرچی هست به زودی زود حل بشه. واقعا الان ببین مالکیتی به هر حال یه قدم مثبت خوب طرف این چیزو گذاشته، این آره بدهی‌ها رو میخواد تصفیه کنه که بعد برسه، میخواد با حساب پاک شروع کنه، میخواد تیمو انگار از نو درست کنه. اگه واقعا بخواد این بدهی‌ها رو صاف کنه واقعا کار خیلی مثبتیه و به نظر من شاید اصلا خیلی از مشکلات اون حل بشه. بعد مخصوصا بعد اینکه دیگه این بدهی‌ها تموم شد به نظرم اولین چیزی که باید پیگیرش باشه اینه که نام تیم رو، نام رسمی تیم رو درست کنن. و میدونیم که یکی از دغدغه‌های هواداراست که ما تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی توی گروه‌ها می‌بینیم، حالا حتی همین فراخوانی که گذاشتن با اسم حالا گویا حالا مجبور بودن. آره به هر حال آره مجبور بودن چون میخوان کسایی که من حالا معتقد نیستم تو شبکه‌های اجتماعی نیاز بود این کار انجام بدن. به هر حال حالا درست روزنامه رسمی و غیر جای رسمی نیاز بود این کار انجام بشه، توی شبکه‌های اجتماعی به نظرم نیازی نبود، یا اون تأکیدی که به اون شدت روش شد به نظرم نیازی نبود. به هر حال می‌خواستن اون کسایی که از این مجموعه با این اسم بدهی داشتن بدهیاشون صاف بشه. به هر حال هر بار این قضیه حل شد بعد طبیعتاً خواسته همه هوادارا، خواسته ماها همین تیم باید به اسم واقعی خودش برگرده. حالا ما فعلا اینجا هستیم، زیاد رومون زوم نیست، یا دو فردا دیگه بریم سطح بالا، حالا یا مثلا دوباره جام حذفی تا مراحل بالا بریم دوباره میگن فلانی دوباره با این اسم اینا. این چیزیه که باید بعد پاک شدن بده یاد اسرع وقت بهش رسیدگی کنن و قطعاً باید تو جزء برنامه اولش. موافقم کاملا باهات. یه چیزی رو اول برنامه یادم رفت بگم که اینجا حالا با توجه به اینکه حالا به وسط برنامه هم رسیدیم باز عیبی نداره میشه گفتش. علی جان تولدتون مبارک. 30 سال شدی. بسی رنج کشیدم در این سال 30. داماش زندگی کرده بدین گیلکی. داماش. آره تبریک میگم به هر حال به امیدوارم که حداقلش 30 سال دیگه هم در عرصه داماش و وارش اسپورت فعال باشی. 30 سال دیگه هم چرا خوبه دیگه 60 سالت بشه چیزی نیست که زیباست. آره تصورش زیبا. علی جان در مورد بازی هفته آیندهمون در مقابل شهر راز شیراز سیکرت سیتی. شهر راز تیمی که فکر چند ماه همش تشکیل شده و سهمیه آرمانگر سیرجان رو گرفت و
با سرمربیگری ملی پوش سابق تیم ملی ستار زاره بومی همون شهر شیرازه. تیمیه که تا اینجا عملکردش نسبتا خوب بوده، 4 تا برد آورده، 4 تا مساوی آورده، 3 تا رو باخته. هفته قبل باخت بدی داد به مس کرمان، تقریبا بحران زده. البته مس کرمان اخیرا سرمربیش عوض کرد، آقای اکبر محمدی اومده، ممکنه که متحول شده باشه. 4-2 باخت از مس کرمان و سابقه باخت داخل خونه هم داشته 2 هفته‌های گذشته. تیمی که مثلا حالت عملکردش بعضی اوقات ضد و نقیضه، یه وقت خیلی خوبه، یه بار مثلا بد میوزه. در صورت حالا فکر می‌کنی نتیجه چی میشه؟ ببریم که من تو ذهنیتم اینه، ببین ما میتونیم مثلا یه نتیجه شوکه کننده بگیریم، حتی نباید در مقابل تیمی که چند ماه تشکیل شده بگیم نتیجه شوکه کننده، ولی وضعیت اینه. ولی من بیشتر رو مساوی میبینم، مثلا شاید 1-1 و حالا اگه یه خورده خوش شانس باشیم شاید ببریم. من مساوی میبینم. من خیلی دوست دارم که بعد از اینکه از این بازی امتیاز گرفتیم، یعنی مساوی شد و بردیم، تیتر بزنیم که طلسم مثلا خارج از خونه در شهر رازی، چیزی در حالات ما تنها تیمی هستیم که خارج از خونهش امتیاز نگرفت. ولی نظر واقعیم رو بخوام بگم، فکر میکنم که 1-0 به سود تیم حریف میشه. امکانش هست، آره، ولی من الان دارم با دید مثبت‌تر میبینم. نه خب بازیه دیگه، تو دقیقه مثلا چه میدونم 5 ممکن اخراجی بدن با پنالتی بزنن بفرض، یعنی هر اتفاقی ممکنه بیفته، ولی من پیش بینیم شکست 1-0. تو پیش بینی حالا چیز نهایی چیه؟ مساوی 1-1 یا 1. تو چی؟ 1-1 یا 0-0 کلینشیت میکنیم خارج از خونه. ببین بشه که خب طبیعتا خوشحال میشیم. یه ذره میدونی چیه، من میگم حالا درست بازی بردیم، خب انتظارات رو هم نباید بالا ببریم، یعنی وضع فعلا یه خرداد ببینیم. ببین ما یه بازی رو بردیم، میگم که مثلا تیم الان نره مثلا نواز سرخورده نشه. من صحبتم اینه. نه من صحبتم اینه، مثلا ما یه بازی رو خلیج فارس بردیم، خب بازی بعدش هم میتونستیم شرباک رو ببریم. حالا یه اتفاقاتی افتاد، یعنی تیم بیفته رو روند مثبت خیلی خوبه و به نظر من میشه از این بازی امتیاز گرفت. امیدوارم اینطور بشه، مخصوصا اینکه 2 تا از بازیکنامون هم برگشتن دیگه خوشبختانه. آره چیز نشدنی نیست. به هر حال تیم باید به خودش باور داشته باشه، بازیکن‌ها باید به خودشون باور داشته باشن و به نظر من با ترکیب خوب، با برنامه بازی خوب ما میتونیم موفق باشیم تو این بازی. امیدوارم که اینطور بشه. تو قسمت اول برنامه به جایگاهمون توی جدول اشاره کردم، گفتم یک حرفی داریم. فارغ از اینکه چند امتیاز گرفتیم از جایگاهمون چیه، یه صحبتی مطرح شده که اگر بدهیامون رو با یک سری از این مربیای قدیمی نخواهیم تصفیه کنیم، شایعه شده که قرار ازمون کسر امتیاز بشه. و تو این وضعیت بحران مالکیتی که هستیم و که هنوز پروانه صادر نشد و بدهی‌ها صاف نشد و فلان، این کسر امتیاز رو فقط این وسط کم داریم. خب حالا یعنی کاملا ما رو میتونه بندازه تو یک سراشیبی افتضاح، با توجه به اینکه تقریبا هم دیگه داریم میرسیم به نیم فصل دیگه. الان خب قدمی برداشتن که بخوام به جای صاف کنم. حالا همین فراخوان شاید نشدت گرفته از همین اخطار بوده. به نظر من باید وایسیم که فقط بدهی صاف بشه و این امکانش همیشه هست. به هر حال اگه شرایط خیلی بیخ پیدا کنه، خیلی طولانی بشه، امکانش هست و امیدوارم دوستانش سریعتر دست به جون بودن دیگه، نذارن که شایعات جدید پیش بیاد، حرفای جدید از فلان کس و فلان برنامه اینو بیاد، کارتون سریع انجام میدین بره، اصلا به چیزای دیگه فکر نکن. آره واقعا. بود برنامه امروزمون خیلی ساده و خلاصه. مهمان هم نداریم، با دوستان باشگاه تماس گرفتیم، هیچکدومشون جواب هم ندادن. نمیدونم چرا واقعا. حرفی، حدیثی، صحبتی. ممنونم از اینکه این قسمت از برنامه رو هم دیدین. امیدوارم که هفته بعد که اومدیم برای بررسی بازی شهر راز بازم در مورد یه برد صحبت کرده باشیم، اولین برد خارج از خونه، چیزی که دلمون میخواد، با چیزی که واقعیت اتفاق میفته که بعد رفاق کنیم و همین دیگه. موفق باشید. منم ازتون تشکر میکنم. در مورد خود بازی هم بگم که فارغ از اینکه بازی از کجا پخش بشه، ما هم حتما مثل همیشه بازی رو از توی یوتیوب پخش میکنیم. از همین الان هم میتونید برید اینجا و هم مطلب لایو بازی رو لایک کنید، هم روی دکمه نوتیفای بزنید که به محض اینکه لایو ما شروع شد بتونید از وجود لایو
مطلع بشید. برای اینکه بتونید در زمان برقراری لایف به صورت زنده کامنت هم بذارید که لازمه که ما رو سابسکرایب کرده باشید. اگر ما رو سابسکرایب کنید و مطالب ما رو برای دوستاتون بفرستید، طبیعتا هم ما رو خوشحال میکنید، هم بهمون انگیزه میدید که خیلی قوی‌تر بتونیم پیش بریم و برنامه‌های بهتری بسازیم. اینجایی که گفتی همون بالایی که ازش دستون میگیری؟ آره همونجاست. اینجا. نه این. آره اینجاست. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.